در تاجیکستان پیدا شدن دو فعال زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، همسر اورز وزیربیکوف میگوید که شوهرش هیچ نیتی از روسیه به تاجیکستان بازگشتن را نداشت. روز 31 ایول در شبکه یوتیوب نواری ویدیوی نشر شد که در آن اورز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند که گویا اختیاراً به تاجیکستان برگشته به سوالهای تفتیشات جواب میدهند. مقامات در این باره تا حال هیچ شرحی ندادند. همکارم میرزا نبی خالقزاد با ما در استودیو است. میرزا نبی سلام، بگوید آیا درباره ناگهان در تاجیکستان پیدا شده و توسط اینترنت صحبت کردن وزیربیکوف ها نزدیکانشان چی میگویند؟ ببینید، پیوندان آراز و رمزی وزیربیکوف ها میگن از ناپدید شدن آنها 3 روز اخیر نگران بودند و هم عمیق میدونستند که آنها به هیچ صورت نیتی به تاجیکستان رفتن را نداشتند. سابرینا اوتانبیکوفا همسر آراز وزیربیکوف، یک شهروند روسیه که امروز با ما صحبت کرد، گفت که شوهرش روز 29 ایول هنگامی که از یکاترینبورگ به مسکو برمیگشت بیدرک شد و به معلومات او اگر هم به مسکو رسید از فرودگاه بیرون شده نتوانست. خانم سابرینا افزود که بعد پرواز 2.5 ساعت هم در مسکو شوهرش با او تلفنی صحبت کرد و هیچ اشاره نکرد که تحت تعقیب قرار دارد یا نه. وی گفت تقریبا 20 دقیقه بعد تلفن او را دیگر هیچگاه نبرداشت و به همین بیدرک شد. سابرینا اوتانبیکوفا گفت که آراز به او بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تاجیکستان پیدا شد باید همه داند که با خواهش خودش برنگشته است. همین گونه نزدیکان رمزی وزیربیکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نواری نشر شده از آنها صحنه سازی است. میرزا نبی، چرا وزیربیکوف ها که ظاهرا برادر نیو و هم نسب می باشند مورد توجهی مقامات انتظامی در تاجیکستان قرار گرفتند و تا کجا درباره رعایت شدن حقوق آنها معلومات در دست است؟ وزیربیکوف که سالهای پیش از تاجیکستان رفته ساکن روسیه شده بودند، در شبکه‌های اجتماعی گاهان نسبت حکومت و هم تصمیم‌های دوشنبه در رابطه با حادثه‌های سالهای اخیر در ولایت بدخشان نظری تنقیدی بیان می‌کردند. خود آنها هم پیش از حادثه‌های اخیر در ماه می در صحبت و مصاحبه‌های مطبوعاتیشان این را گفتند که شاید برای مفقودشان مورد تعقیب قرار گیرند. درباره وضع آنها چیزی گفتن دشوار است، چون نظر به جواب در قضیه آنها سوال زیاد است. چگونه و چرا به تاجیکستان رفتن؟ چه خیلی شد که در یک نوار ویدیویی در تاجیکستان صحبت کردند؟ حالا در کجا هستند؟ رسما در بازداشتند و اگر ها چرا نزدیکانشان خبری ندارند؟ چرا مقامات درباره سرنوشت 2 نفری که به طور مرموز در دوشنبه پیدا شدند چیزی خبر نمیدهند؟ تنها چیزی که برخی حامیان حقوق و فعالان میگویند این است که این نفران هم مهره در زنجیره بازداشت و تعقیب فعالان منعقدان عملیات مقامات در بدخشان هستند. بله. تشکر میرزا نبی خالقزاد بود. با تفصیلات قضیه وزیربیکوف ها یادآور میشویم در پی حادثه های بهار امسال در ولایت بدخشان که چون اعتراض مردم و عملیات ضد تروریستی معرفی می شود، 10 ساکن محلی کشته و مجروح شدند. 10 نفر دیگر در بازداشت و در راستای حکم‌های طولانی زندان قرار دارند.